صبح شما بخیر. من خیلی هنوز خوابالوام ولی به زور خودم را از تخت بلند کندم چون که باید برم بیمارستان. شما رو خواهم برد. خیلی هم ولی فیلم نمیتونم بگیرم، یک کوچولو بعدش هم برم سر کار. خلاص با ما همراه باشید ببینیم چی میشه، چجوری میشه. بچه تو دارم اینو میخورم و وقت دارم یه چیزی رو بگم. من واقعا محیط بیمارستان رو دوست ندارم. الان که دارم مثلا پراکتیکوم میکنم، پراکتیکوم یعنی مثلا کارآموزی، خب کارآموزی 1 ماهه مثلا اجباریه که دانشجوهای دندون پزشکی بکنن پزشکی و 3 ماهه اینو بگذارنن و کاملا هم رایگانه، یعنی هیچ پولی بهت نمیدن. روزی 8 ساعت کار میکنی، 5 روز در هفته. در کل توی اون 30 روز 10 روزشو مرخصی داری، بقیه‌شو باید کار کنی، 20 روز باید کار کنی و روزی 8 ساعت و رایگان کامل. خلاصه الان که من توی این محیط بیمارستان هستم، ببین من واقعا محیط بیمارستان رو دوست ندارم. یعنی روزی 75 بار شکر میکنم که بعدن توی شغلم قرار نیست تو محیط بیمارستان باشم. یعنی من اصلا آدمش نیستم، نه بخاطر خون و فلان و ایناها. اصلا این نمیدونم، حالا هر بیمارستانی قطعا فرق کنه، ولی این چیزی که من اینجا دریافت کردم پایین دست بالا دست داره، بعد اصلا جالب نیست. بعد روی دکترها خیلی فشاره به نظر من، واقعا خیلی. یعنی اینا سر دکتر خیلی به اینجا اسمش اوبر آرتس و اسیستنس آرتس. یعنی من اگه بخوام کلمه ترجمهش بکنم میشه دکتر بالایی و دکتر منشی. و دیگه حالا از این دکتر منشی آدم بره بالا، باید بره بالا بشه اون دکتر بالایی. خلاصه این دکتر منشی ها به نظر من خیلی تحت فشارن، هم از طرف بیمارا که خیلی غرغر میکنن، هم از طرف اوبر آرتس که دکتر بالا سریشه مثلا، از همه جا. یعنی 750 تا کار رو باید همزمان انجام بدن و شیفت های 24 ساعته دارن. 24 ساعت فکر کن. اصلا من دوست ندارم. من 10 دقیقه رو اسکوترم، 10 یورو الان میره تو پاچم خودم. نه 10 یورو نمیره، کمتر. ولی خب مقداری میره. فکر میکنم لایم از همشون ارزون تره. بچه‌ها که اینجا هستید لایم بگیرید. درسته سرعتش خیلی بالا است، بقیه‌شون حالا همچین سرعتی ندارن ولی لایم ارزون تر میشه. الان اومدم لیدل یه فروشگاه مثلا فکر کنم بشناسم همه دیگه، مواد غذایی و این چیزای خونه است. منم یه غذای آماده بگیرم که نخوام زور غذا درست کنم، یعنی تا برسم خونه فکر میکنم حدودا 8 سال توی راه باشم تا خونه رو ملاقات بکنم. دیگه رویا شده روی تختم خوابیدم، نمیدونم چی بخرم. خیلی دارم تو حرف زدم و خستم. خیلی گشتم آخرم همونی که اول برداشته بودم رو برداشتم. ولی بچه ها خوشحالی این که سب کن نشون بدن که اینجا نوشته ریندفلایش، اگه ببینید یعنی این که با گوشت گاو و ایناه، هر گوشت خوک. به نظر من بانمو کثافت خالصه. یه زمین رو نگاه بکن، اصلا کثیفی از همه جا میباره. بچه اومدم سر کار. بعد این پشت که ما لباس عوض میکنیم و این چیزها خواهم نشونتون بدم شده. این چند شب پیشا تو یه بارون خیلی تند اومد. خب بعد مثلا جنوب به این بارون ها عادت داره، چون بعد 100 سال مثلا یه بار یهو بارون میاد همینجوری میاد اصلا کوبنده. ولی آلمان به این بارون ها عادت نداره. با نشونتون بدم که چه اتفاقی افتاده. سقف ریختد اصلا، بنده خدا
مرده. مثل اینکه کلا به شهر خیلی آسیب زده، یعنی مثلا این تنها چیزش نیست، کلا خیلی همه جا خرابی به بارو برده این باران. امروز فقط با 2 تا چیز اومدم، کلیدم، دوزه بسته، دوزه خوشگله با منزه و ایرپادم که آبش خیلی خوشگله، درسته آبش که نه رو کشش خوشگله، درسته. توی این جیبم هم یه چیزی خودش هست که این جیب من جیبه که داره، یکی دیگه هست یک کاتر. برفتن سانسر ندارم. بچه ها این زیر زمین های اینجا خیلی عجیبه، انگار مثلا نمیدونم شبیه پناهگاه، نمیدونم حالا از مال زمان جنگ جهانی یا اینا یا نه، ولی واقعا این پناهگاه. میبینی مثلا این بالای سر من اینجوری، بذار دقیقا هشون بدم و بعد من همش این استرس میدارم که یک موش بیاد جلوی راه هم، چون کلا آلمان موش زیاد داره، واقعا خیلی عجیبه. چون که اما گفته که سیگار نکشید، سیگار نکشید. کفشای دنیا خوشگلم. من یه اشتباهی کردم، رفتم من خود دنبال خونم، خیلی مثلا این چیزای خونه و اینا میرم، بعد این یادم رفت ازش ویدیو بگیرم، چون فکر میکنم دیدنش جذاب باشه. آره به هر حال حالا توی بعدی‌ها حتما شما رو با خودم میبرم، ولی این بوش خیلی خوبه بچه‌ها، خیلی بوش خوبه. اگه اینجا هستین از راست برید بگیریدش. اینجوریه، بوی یه گلی میده که من نمیدونم اسمش چیه، چون که من در اسم گل‌ها اصلا اسم گل گیاها اصلا خوب نیست، یعنی من فقط یه دونه کاکتوسه که میشناسمش و همون. بچه ها من میخوام یه ویدیو درست کنم، ویدیوی ورودم به آسانسورها، چون که کل ویدیوهایی که از دیروز تا الان گرفتم همینجاست. امروز اومده بودم یه خونه رو ببینم که متاسفانه مثل اینکه چیزش خراب شده بود، قفل در باز نمیشد، خلاصه که نشد بریم داخل ببینیم و راهش هم دور بود. فکر نکنم اگه هفته دیگه هم بهم دوباره مثلا چیز بدن، جا میگن ترمین، یعنی مثلا نوبت بدن بیام، فکر نکنم. ولی خب به هر حال خیلی عجله اومدم، چون یه رو هم تاخیر داشتم و اینجوری بودم که وای الان فکر میکنم من آدم آن تایم نیست، که خب درست فکر میکنم اینطوره، ولی خوب یوشا خوب نیست ولی خوب. نه شوخی میکنم، واقعا من آدم آن تایمی هستم. آبا یعنی اما امروز من فکر کردم یه آدرس دیگه باید برم و اشتباه کردم، یعنی روی اون آدرس حساب کرده بودم و اون آدرس مثلا 10 دقیقه یه رو فاصله داشت ازم، اما این حدودا 40 دقیقه فاصله داشت ازم و این شدش که برنامه ریزیم نخورد.
میخواستم که آرایش کنم، میخواستم که خیلی کارا کنم، اما فقط پوشیدم و خارج شدم از خونه. بچه برای که بهتون نشون بدم که توی خونه ما چه خبره اجازه بدیم. اینجا تحلیل عشق ابدیه، چون من عشق ابدی دیدم. اینجا خود عشق ابدی اون تحلیلش بود، اینجا خودش بود. واقعا آدم های مزخرفی هست. خیلی جالب.